سلام عرض ادب خدمت دوستان و همراهان خوبم. وقتتون بخیر. من به یه نکته برخوردم، در حال زدن مش کلاهی هستیم. خواستم باتون شیر کنم. این تیکر رو یکی از بچه ها در آورده. ببینین شما حتما این نکته رو دقت کنین. زمانی که مش کلاهی رو میخواین انجام بدین، هر جایی که مثال این سوراخ رو ببینین، اینجا هر جایی که سوراخ کلاه وجود داره شما باید قلاب مستقیم ورود داشته باشه به این شکل و از همون قسمت مو بیرون بیاد. اشتباهه که حالت دورانی رو داشته باشین، یعنی بعضیا میگن، از همکارمندم میگن یه حالت چرخشی داشته باشین. اگر اون کار انجام بدین، مثل اتفاقی که اینجا میبینین مو خوابیده، مو از قسمت‌های پایین‌تر در اومده و اینکه مطمئن باشین این انتهای کار ما کلاه رو در بیاریم، این قسمت با کف سرشون فاصله بیشتری خواهد داشت. خواستم این نکته رو خدمتتون عرض کنم. پس هر جایی که سوراخ کلاه وجود داشت قلابتون ورود و از همونجا موها رو بیرون میکشین. خب فاینال کارم براتون میذارم. مرسی که همراه من هستین. این نکته رو خدمتتون عرض کنم که امروز میخوام از بوتر هوشمند برای این مو هم استفاده کنم.